امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مجزن معروف تاجیک قهرمان جهان اوید با بوکس طبق سازمان IBF دستپرور مؤسسه دولتی مکتب مخصوص ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 9 اوید با بوکس شهر دوشنبه شوکت رحیمов را به حضور پذیرفتند. رئیس شهر دوشنبه این ورزشگر را برای سزاوار گردیدن به کمربند قهرمانی جهان اوید به IBF تهنیت گفته، همچون نشان قدردانی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه به او کلید خانه دو حجرگی در پایتخت را تقدیم نمودند. خاطررسان می‌نماییم که شوکت رحیمов در شهر ابودابی پایتخت امارات متحده عرب مجزن بریتانیایی زلفا بارت را مغلوب نموده باری نخست در تاریخ بوکس کسبی تاجیک عنوان قهرمانی IBF را صاحب گشت. رئیس شهر دوشنبه به ورزشگر برای آمادگی دیدن به مسابقه‌های آینده دستورها داده به او برای مظفریت تمنا کردند.